حالا خوشمزه دیگه اصلا خودتون شکلی TNT رو داخل دریا بترکونیم. میدونیم که اگه داخل خشکی هر جایی از خشکی ما TNT رو بترکونیم TNT میترکه و اثرات خودش هم داره، ولی ما هیچ وقت نتیسیم داخل دریا یا رودخونه یا حتی داخل آب یه سطل آب داخل میندازیم TNT رو بترکونیم. مثل همین الان من میخوام بهتون یه روش یاد بدم که چجوری TNT رو بترکونیم داخل دریا وسط دریا. این روش کاملا تصمیمه. اول هم یه TNT رو میذاریم بالا سرش 2 تا گربه میذاریم و دورش هم از این درت یا هر بلاکی که دوست داریم میذاریم. بهتره که درت یا سند باشه. بعد ما اینجا رو میکنیم دقیقا جلوش همین شکلی میکنیم تا جایی که TNT معلوم باشه. حالا اینجا یکم شب معلوم نیست. بعدش دقیقا TNT رو آتیش میزنیم و میایم بالا. به همین سادگی شما میتونید داخل دریا هم TNT روشن کنید تا یه